و ما و شما خبر میدهد، میگوید شهر رمضان، آیا این یک ماه مبارک رمضان دیگر فضیلت چه بر شما خبر بتم چی هست؟ انزل فیه القرآن، این ماه چنان فضیلت دارد که در این ماه کتاب به نام قرآن به شما دسترس شد. از نزد من بر آسمان دنیا این قرآن پایان شد و این قرآن را جبرائیل در مدت 23 سال با محمد حبیب من صلی الله علیه و سلم آیت به آیت سوره به سوره رسانید. این قرآن خدا میگوید هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان، این قرآن من کتابی هست که هدایت کننده تمام عالمیان است، تمام مردم است. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. داروخانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. و اگر کسی میخواهد که هدایت بیابد، کسی میخواهد نجات بیابد، در این قرآن خدا میگه دلیل های خیلی آشکار و وسیع برای او بیان کردگی هستند. و این قرآن من قرآنی هست که حلال از حرام جدا میکند. شما به او نظارت کنین، شما به او نگاه کنین. خدا رحمت کند. ما در بزرگی قرآن تسلیم هستیم. ما قرآن را مقدس میشماریم، ما قرآن را مکرم میشماریم، زیرا خدا میگوید ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب کتابی هست که در سخن خدا بودن شک نیست. این سخن خداست. این سخن یگان مخلوق نیست، سخن یگان پادشاه و فرزند پادشاه نیست، این سخن خداست میگه. از این خاطر محمد اقبال لاهوری که حضرتم تسلیمی بر این کتاب هستند، بزرگی این کتاب حس کردن، گفتند راست گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیز چیزی دیگر است. اگر من حقانی بر شما بیان کنم و از صدق دل برای شما آن چیزی که در دل ما پوشیده است به شما خبر بتم، والله که این کتاب از کتابم دیده بزرگتر است، این چیزی دیگر است. رسول الله میگوید خیرکم من تعلم القرآن و علمه. رسول الله گفتن آیا ای امتی من بهترین شما را خبر دهم که بهترین شما کی است؟ اصحاب گفتن کی هست پیغمبر خدا؟ بهترین ما در بین ما کیست؟ رسول الله گفتن کسی که تلاوت قرآن میکند. برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسگه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هسته. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسگه، هم با زبان کریلیکی نویسگه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کسی قرآن کشاده میکند، بوسه میکند، کتاب خدا میداند، او را احترام میکند،
او را در خاندان خود جای میکند، در جای این کتاب‌های باطلی که در خاندان ما و شماست آنها را بیراه میکند و قرآن مقدس در اون خانه جای میکند و او را تلاوت میکند. رسول اکرم گفتن بهترین انسان و علمه و بهترین شما کسی هست که بعد آن که خود قرآن خوان شد رفیق خدا، فرزند خدا، همسایه خدا باز قرآن خوان میکند. برای همین از همه شما دادرای عزیز، برادرای عزیز کار کنید که این قرآن برای خودتان دائم سحر نیمروز بیگاه حق دارد قرآن در خاندان شما که باید دائم شما این قرآن چیکار کنین؟ تلاوت کنین. از هر حرف این برای شما ثواب میرسد، هر حرف این 10 ثواب دارد. حتی رسول الله گفتن ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. من نمیگم که یک الف لامی که شما در اول قرآن میخوانین در همین 3 حرف 1 ثواب، بلکه الف 10 ثواب، لام 10 ثواب، میم 10 ثواب. در یک الف لام میم 30 ثواب شما از خود میکنید. مثل الذي المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. پیغمبر خدا گفت آیا مؤمن و مسلمانی که قرآن میخواند از مؤمن و مسلمانی که قرآن نمیخواند آیا چی فرق دارد؟ رسول الله تشبیه دادند کدام مؤمنی که قرآن خوان است، قرآن تلاوت میکند، وی گفت مثل میوه مندرین است. مندرین یا اپلسین ما و شما استفاده میکنیم. ریحها طیبون طعمها طیبون، بوی خوب دارد، مزه خوب دارد. مؤمنی که قرائت قرآن نمیکند گفت پیغمبر خدا کدام مؤمنی که مؤمن است، نمازخوان است لیکن قرآن خوان نیست، گفت وای حکم خرما را دارد، مزه شیرین است لیکن بوی ندارد. کار کنین برادرای عزیز، ما و شما دستورات ما و شما کنستیتوت ما و شما بگیم پروگرامی که ما و شما باید با او زندگی کنیم این قرآن است. اینا باید ما و شما تلاوت کنیم تا که در این تشبیه که پیغمبر خدا دادن ما و شما داخل شویم، مزه‌مان هم شیرین شود، بویمان هم زیبا شود. رسول الله در دوام حدیث میگویند، در دیگر حدیث خبر میدهد لو جعل قرآن فی اهاب ثم القی فی النار ما احتقره. کدام انسانی که قرآن میخواند این قرآن گفت در پوست اون نقش میبندد. کدام مؤمنی که آیاتهای قرآن اذیت میکند، خواه کم خواه نصف خواه کلن اذیت میکند، رسول الله گفتن که اگر این انسان قرآن خوانه ملائکه های دوزخ اگر در دوزخ هم که پرتایند ما احترق دوزخ اینها را نمی سوزاند. برای شما این قرآن یک سپر است. حرکت کنین چگونه ای که برای زندگی دوادو میکنین، برای چگونه ای که فرزندها را علاکه اندیشه داریم که در کدام مکتبهای داخل کنیم، اگرچه غلط نیست، ما هم دعوتمان همین است که فرزندهای همه ما و شما خواننده شوند، لکن در برابر این کار کنیم که اونها را قرآن خوان کنیم، اونها قرآن خوان باشد. عمر میگه روز من تورات میخواندم در دوره های مسلمانی حضرت عمر، رسول اکرم میگه از بالای سر من نگاه کرد و گفت عمر گفت چی میخوانی؟ گفتم تورات موسی را نظر دارم. رسول الله میگه به جانب من گشتن گفتن قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، اگر صاحب همین کتاب موسی زنده میشد هر آینه این تورات در یک کنج از خانه میگذاشت و چنگ به قرآن محمد میزد. اینا پوش گفت قرآن تلاوت کن. از این خاطر شما میتونید در خاندان خود این انجیل عیسی و تورات موسی را راه نتین. اینا کتابای منسوخ شده بیکاره باطل هستند. امروز قرآن، صدای قرآن، آداب قرآن باید که در خاندان ما و شما باشد.
در دوام آیت خدا چی گفت؟ گفت فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. کدامی از بندگان من اگر ماه رمضان یافت در حالتی که صحت است، تندرست است، باید که روزه بگیرد. و من کان مریضا او علی سفر، اگر بندگان من در ماه مبارک رمضان مبادا به سفر برآمدند یا اینکه بیمار شدند، خداوند خبر داد که وقتی که از سفر برمیگردند یا بیماریشان از اونها دور می شود، این صورت دگو روزه را بد می دارند. در حالت مسافرتی گفت خداوند چی است؟ رخصت است. در حالت بیماری رخصت است. وقتی از سفر بازگشت به وطن خودش، وقتی مریضیش دور شد، روزه بگیرد. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خدای شما فقط آسانگیر است، خدای شما به شما مشکلات نمیاره. البته خدای ما و شما مهربان است، برای ما و شما رخصت داده است که بنده من مبادایی که مسافرتی مشقت دارد از مشقت خالی نیست. روزت خور آمدی در خانت و ساعت و وقتش که موافق آمد، روزه را قضایی بگیر. بیمار شدی، خوفی بر بیماری داری، خوفی بر زیادشوی بیماری داری، روزت بخور، هیچ گناهی برای تو نیست. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال بنی الاسلام علی 5. فرزند حضرت عمر عبدالله روایت میکنن حدیثه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده بوده است اسلام 5 پایه دارد. اسلامی که ما و شما دعوا میکنیم الحمدلله مسلمان هستیم یا مؤمن هستیم، باید که بر این 5 چیز ما و شما قائم باشیم. اگر این 5 چیز در ما و شما باشد، این صورت ما با زبانی دراز می توانیم گفته که الحمدلله ما مسلمان هستیم. اینا چیا هستند؟ شهادت ان لا اله الا الله محمد رسول الله. یکم نشانه اسلامداری ما و شما، پیغمبر خدا گفتند این است که تو باید گواهی بدهی که خداوند یک و یگانه هست، پدر ندارد، مادر ندارد، فرزند ندارد. و گواهی میدی هم این که محمد بنده خداست، پیغمبر خداست، فرستاده خدا به سوی خلق است تا که احکام شریعت را برای ما و شما تعلیم بدهد. این یکم وظیفه هر یک فرد مسلمان هست که باید در بیچگونگی و بیمثلی و بیمانندی و به اولاد و به اجدادی خداوند شاهدی دهد، و این تسلیم باشد و بعداً بر پیغمبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم شاهدی دهد که پیغمبری بر حق است. دویم، پیغمبر خدا گفتند اقام الصلات. دویم دعوایی که مسلمان میکند و دویم وظیفه‌ای که مسلمان در پیش خود دارد این است که باید 5 وقت نماز خوانده شود. اگر 5 وقت نماز ما و شما خوانده نشود، این صورت ده خود جدا کنین که پایه خانه ما و شما، پایه اسلام ما و شما یک پایش نیست. خاندانی که پایه نداشته باشد او خراب می شود. اون خانه به پایه ایستاده نمیتواند. رسول الله میگوید من حافظ علیها کان له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه. کسی که اگر در دنیا نماز میخواند، این نماز برای او حجت است، برای او دلیل است، برای او برهان است در روز قیامت از آتش دوزخ. و حجت چه نشان میدهد که من الحمدلله مسلمان هستم، مرحمت حجت من. و من لم یحافظ علیها، در دوام گفتم پیغمبر اگر مبادای که مسلمانی که نام مسلمانی مؤمنی داشت و لکن نماز نمیخوان، وای چی گفت؟ پیغمبر خدا گفت، وای گفت همراه فرعون، حامان، قارون، ابی ابن خلف است.
روز قیامت این در زیر بیرق همین طغیانگران، همین دشمنان پیغمبر و دشمنان کتاب خدا در زیر اینها صف میکشند، کسانی که در دنیا نماز نمیخوانند. و سیوم نشانه اسلام ما و شما ایتاء الزکات. کدام شما اگر مالدار باشین، دولتدار باشین، خدا باز دولت شما را باز زیاده کند، لکن از دولتتان حق خدا را جدا کنید، زکات مال جدا کنید. بر یک برادری خودت، بر یک خواهری خودت، بر همسایه خودت، بر رفیق خودت، بر مسجد خودتان، بر یک طالب علم برده اینا چکار کن؟ تسلیم کن. این سیوم نشانه و سیوم وظیفه هر یک فرد مسلمان است. والحج من استطاع. پیغمبر خدا گفت چهارم نشانه ای که مسلمان دارد این چی است؟ چهارم نشانه ما و شما این حج است. اگر کدامی از ما و شما شرایط حج در ما و شما پیدا شد، باید که ما و شما، حضرت امام اعظم گفتن علی الفور، اگر یک ماه به حج مانده باشد و تو صاحب همان مال نصاب و حق مثال زکات پیدا شد در تو، یا مالی رفتن و آمدن حج در تو پیدا شد، در حال در گردن تو فرض میگردد. اگر کسی که در دنیا به حج و زمین پولداریش اگر میگذرد در نزد خدا عاصی و گناهکار است. و پنجم نشانه ای که ایمانداری و اسلامداری ما و شما را نشان میدهد این ماه رمضان است. این 5 نشانه باید که در هر کدام ما و شما باید تسلیم باشد. این صورت ما و شما می توانیم بگوییم الحمدلله ما بنده خدا هستیم، ما امت پیغمبری خدا هستیم. اگر یکی از این در کدام ما و شما نباشد، باور کن دین ما و شما، اسلام ما و شما ناقص است. حضرت ابو هریره میگوید رسول اکرم فرمودند من انفق زوجین فی سبیل الله نودی من ابواب الجنه یا عبدالله هذا خیر. رسول الله گفتند اگر کدام از امت من یک جفت یا یک اسب ماده با همراهی نرش، یا یک اشتری ماده را با همراهی اشتری نر، یعنی هر یک چیز با همراهی جفتش اگر در راه خدا خیر کند، چی گفتند؟ رسول الله گفتند که از درهای جنت صدا می شده است که ای بنده خدا این فعل تو بسیار فعلی پسندیده است، بسیار فعلی خوب کردی. فمن کان من اهل الصلاه دعی من باب الصلاه. رسول الله میگوید کسی در دنیا نمازخوان باشد از دروازه های جنت صدا می شده است، از دروازه‌ای که خاصه برای نمازخوان هاست از اون صدا می شده است ای بنده نمازخوان مرحمت واردی من شو. و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. پیغمبر خدا گفت کسی در دنیا مجاهد از دنیا میگذرد، جهاد در راه خدا کردگی است، خاندان و فرزند و همه را پس سر ماندگی و برای اسلام و ایمان و قرآن مبارزه برده است، اینها را در جهاد در جنت است دعوت میکند ای مجاهد خانه من داخل شو. و من کان من اهل الصیام، کسی در دنیا روزدار باشد، دعی من باب الریان. رسول الله گفتند کسی که در دنیا روزدار باشد در جنت از دروازه ریان که یک دروازه هست، انشاءالله بخشید من این دروازه را به شما شهر میتم، نام او ریان است. همین دروازه ریان منتظر تمام ما و شما روزدارهایی که از برای خدا روزه گرفته باشید. فریاد میزند ای روزدار وارد من شو. و من کان من اهل صدقه دعی من باب الصدقه. پیغمبر خدا گفت اگر کسی در دنیا سخی بود، دستی دهندگی داشت، مسکین ها و فقیرها و بیچاره ها را یاردم میکرد، از دروازه صدقات فریاد
و من کان من اهل صدقه دعی من باب الصدقه. رسول الله دوام دادن حدیث مبارکه، کسی که اگر از اهل صدقه باشد فریاد زده می شود از دروازه های صدقه که وارد من شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه می گوید من در این حالت حدیث پیغمبر خدا نزد او نشسته بودم، فقلت بأبی انت و امی یا رسول الله. و جانب پیغمبر خدا گشته گفتم پیغمبر خدا پدر و مادرم فدای تو باد. ابوبکر صدیق رسول الله را بسیار دوست می داشتند. گفتند پدر و مادرم فدای تو باد. هل یدعى احد من تلك الابواب كلها؟ رسول الله گفتم آیا شخص یافت می شود که از تمام دروازه های جنت اون شخص را فریاد کرده شود، مثل که از دروازه نماز، از دروازه جهاد، از دروازه روزه، از تمام دروازه ها اون کس فریاد زده شود که وارد من شو؟ آیا این چنین امت داری؟ رسول الله میگه به جانب من گشتن گفتن ارجو ان تکون منهم. ابوبکر گفت من امید دارم که یکی از آن امتانم تو هستی، از همان امتانی که از تمام دروازه های بهشت اون کس فریاد زده می شود ابوبکر صدیق تو هستی. ابوبکر میگه من گریان شدم، زیرا من رسول اکرم از جانم دیده، از پدر مادرم دیده دوست می داشتم. حتی میگوید ابوبکر در سخنهای خود حب الی من الدنیا ثلاث: النظر الى وجه رسول الله و انفاق مالی علی رسول الله و ان یکون ابنتی تحت رسول الله. من در دنیا سه چیز را برای خود محبوب می شمارم، سه چیز را دوست می دارم. یکم اینکه دایم به چهره آفتاب مانند محمد دایم نظر کنم، هیچگاه دیده هام از روی پیغمبر خدا کنده نکنم. دویم چیزی که من دوست می دارم گفت ابوبکر صدیق این است که آن چیزی که از دولت و سهولت دارم همه او را برای محمد نفقه کنم. و سوم امید و آرزو و مقصد دارم که دختر من در نکاح محمد صلی الله علیه و سلم باشد. خداوند با این مقصدهایی که ابوبکر داشت، با این سه چیزی که محبوب برای او بود، با این سه چیز حضرت ابوبکر خداوند موفق گردانید که حضرت ابوبکر دائم با رسول اکرم یک جا بودند و تمام آن چیزی که از سهولت و دولت داشت و رسول اکرم برای مجهز گردانیدن عسکران اسلام برده نفقه کرد و دختر خود عایشه صدیقه را هم در نکاح رسول اکرم داخل کرد. روز یک اصحاب میگوید ما در جنگ بودیم، از رسول اکرم پرسان کردم من احب الناس الیک یا رسول الله، از همه مردم دیده کی را بسیار دوست می‌داری ای محمد صلی الله علیه و سلم؟ میگه به جانب من گشت گفت عایشه، عایشه را از همه دیده بسیارتر دوست می‌دارم. فقلت من الرجال، از مردها کی را دوست می‌داری؟ فقال ابوها، پدر عایشه را دوست می‌دارم. یعنی ابوبکر صدیق گو من دوست می‌دارم. وقتی من یک آیت در تفسیر که در پاره 29 سوره الحاقه است نگاه کردم، آیت خواندم فاما من اوتی کتابه بیمینی فیقول ها اقرؤ کتابیه. وقتی این آیت خواندم خواستم تفسیری را نگاه کنم، قصه ابوبکر در زیر همین آیت یافتم. خداوند در معنای این آیت چی میگوید؟ میگوید وقتی که روز قیامت میشود این نامه اعمالی که ما و شما میگوییم که فرشتگانی که کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، میدونن آن چیزی که ما میکنیم، دفترهای ما و شما را از گناه و ثواب پر میکنن، اینها روز قیامت در دست ما و شما داده میشوند. خوش به حال اون بنده که نامه اعمال او به دست راست او داده شد. خدا میگوید وقتی که بنده را من نامه اعمالش به دست راستش میتوم، همون بنده به دست راست گرفتگی فریاد میزند رفیقاشه بیایید کتاب مرا تماشا کنید، زیرا که این سبب الکی به دست راست گرفتنی من سبب نجاتی من است. من اینا در دنیا آگاه شدگی بودم. مفسران میگویند ثعلبی از ابن عباس روایت میکند، میگوید
اولین شخصی که در روز قیامت نامه اعمالش به دست راستی او داده می شود این عمر ابن الخطاب است که عمر ابن الخطاب مثل آفتاب میگه در روز قیامت درخشان است. ابن عباس میگه پرسان کردن ابن عباس این چی سخن است که تو میگویی؟ تو آیا نشنیدی که محمد گفته بود که بعد من بهترین شخصیت این ابوبکر است؟ چرا ابوبکر نگرفت؟ چرا عمر میگیرد اولین نامه اعمالت به دست راست؟ گو هیهات هیهات. گفت اون زمان گفت عمر نامه اعمال را به دست راست گرفت، ابوبکر شتابان و خرامان بالای دستهای فرشته ها در داخل و کوچه های جنت دور زده ایستاده است. در زمانی که عمر نامه اعمال در دستش است، ابوبکر گفت در کوچه های جنت سیر داده ایستاده اند. او را گفتن به یک حساب آسان و شتابان وارد جنت کرده. این همون ابوبکر هست که رسول الله گفت امید دارم ای ابوبکر که یکی از همان نفرهایی که از تمام درهای جنت فریاد زده میشوی تو هستی. وقتی همین ابوبکر صدیق بیمار شد میگوید عایشه صدیقه میگه من نزدش بودم و گفتم پدر جان اگر علاج باشد یگان طبیب را حاضر کنیم. میگد به جانب من گشت گفت عایشه گفت من بر طبیب خودم مراجعت کردم. عایشه نفهمید که این طبیب همون طبیب اساسی است. پرسان کردم پدر طبیب چی گفت؟ ابوبکر میگه گشته گفت انا فعال لما یرید. طبیب من گفت آنچه را که من بخواهم ابوبکر همون میشود، دیگر احتیاج به سوی طبیب ندارم. عایشه میگه من حس کردم که این لحظه های آخری پدرم هست و از اون میگه پرسان کردم پدر وقتی از دنیا میگذری تو در خلافت هستی، تو پادشاه هستی، آیا کفن تو را از چی چیز تیار کنیم؟ میگه ابوبکر به سوی من گشت گفت لباس هایی که در بدن من هست دیدی عایشه، با همین لباس ها گفت مرا وارد قبر کنیم. زیرا که این لباس ها گفت عایشه گفت لباسی هست که من از دنبال پیغمبر خدا با این لباس ها نماز خواندگی هستم. این لباس ها هم مثل من گفت عبادت میکردن، گفت اینا هم جمال پیغمبر خدا را گفت دیدگی هستند. از آن لباس نوی که مرا گفت کفن میکنید اون لباس حساب مرده هست، این لباس کهنه هم باشد زنده است. گفت از این خاطر مرا بر همین لباس کهنه خودم گفت لباس های دریدگی خودم گفت وارد قبر کنید. خوش به حال ابوبکر که یکی از نفرهای هست که از تمام دروازه های جنت او را فریاد میزنند. اگر ما و شما هم تنگ زننده این عمل باشیم، خداوند قدرت دارد که ما و شما را هم بچه را من کنیم.